بعد از این ناراحتم اونایی که میان تو پیجشون تا حتی عکس رقص و قرفرشون رو میذارن. شما که اینقدر راحت عکساتون هم میذارید، فیلماتون هم میذارید، چرا به مردم راستشو نگفتید که این یوزی که دست شما بود چجوری به دست شما رسید؟ تمام این بازی ها به خاطر این بود که یک یوز ماده انقدر روش آزمایش کردن، رحمش از بین رفت بود، مثل که خودش هم حالا مرد یا زنده است نمیدونم. اینا نیاز به یه یوز ماده داشتن و من و 2 نفر یه قربانی این داستان شدیم. ما رفتیم و یوزو گرفتیم، آوردیم، تحویل محیط زیست دادیم. اطلاعات غلطی که اون آدمایی که نمیتونن اسمشون بذارن محیط زیست ولی متاسفانه اون لباس تنشونه، اطلاعات غلط دادن به پلیس امنیت. تو تلویزیون پلیس امنیت گفت از خود اونایی که تو شبکه‌های مجازی دادن خودشون جزء قاچاقچیان بودن. خب پلیس امنیت مسلما میره از یک نفر، از شخص حرفشو قبول، از یک شخصی که کارمند دولت هم باشه بیشتر حرفش سندیت داره، چون از یک ارگانی است. تقصیر اونا نبود به خاطر این قضیه که دارم، نه به خاطر از ترس بخوام این حرفو بزنم. اطلاعات غلط دادن که ایشون 2 بار سابقه قاچاق داره. همون داستان بام تهران که باز من نامه دارم از رئیس رؤسای محیط زیست که آقایون این نامه ها رو داره و این حیواناتی که شما از ایشون گرفتین همشون میکروچیپ محیط زیست داشتن، قاچاق وارد نشده. اینا رو برای ما سابقه کردن و من اون ناراحتم از همون چند نفری که میدونستن. پیجاشون همه مردم میشینن پیجاشون رو نگاه میکنن، قربون صدقه‌شون میگن خدا خیرتون بده، چقدر دارین لطف میکنین حیونا تا الان نگرش. همونهایی که این حیوان دستشون مرد، یعنی پیروز منظورم دستشون مرد، نیومدن به مردم راستشو بگن که آقا این مادرش چجوری به دست ما رسید، برای چی، چرا باید اون نره ماده پیدا بشه ولی نره پیدا نشد. نره کجا رفت؟ اون یوزنر کجا رفت؟ شما الان فکر میکنید تو این چند سال گذشته بعد از این داستان هیچ یوزی از ایران خارج نشده؟ قطعاً به نظرم شده. برید کشورهای عربی هم دیگه دخالت نکنن، به خاطر اینکه ما اومدیم این وسط خودمون رو قربانی کردیم و بعدش دیدیم شدیم اصطلاح چوب 2 سر طلا. اون ور ما رو قبول نداشتن قاچاقچی‌ها، این ورم محیط زیست که به ما خوشو قاچاقچی هستید. یعنی اگر تو این مدت بارها شده به من میگفتن آقا فلان حیوان است، من میگفتم آقا بیا تحویل محیط زیست بدید، خیر پیدا میکردم پولشو بدن بذارش محیط زیست، دست قاچاق نشه. من یه بالابان به ارم تحویل دادم، چند تا حیوان بالا می‌بینیم پرنده‌ای که قاچاق میشه، پرنده شکاری، اینا رو اسناد شما داریم. اینا رو می‌خواستن خارج، شما خریدیم دادیم به محیط زیست. ما تحویل محیط زیست بعد اصلا گم شده اونجا. میگه اگه رهاسازیش کردین، یعنی واقعا من نمی‌فهمم مگه میشه حیوانی توی فضایی به هر حال حفاظت شده‌ای گم بشه؟ آقا دکل گم میشه، شما می‌خوای حیوان گم نشه؟ حالا اون که کشور ما متاسفانه تو چند وقت گذشته خیلی اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته. حالا اونو مسئولان عزیز باید پاسخگو باشن، ولی خیلی ها وقتی جون از بحث اینجا بود که میگی گادفادر مافیا، یه وقتایی اقلا به ما اطمینان میکردن یه چیزایی میگفتن. من خودم حیوان خارج نیم داخل آوردم، مثلا همون کروکودیل رو نمیدونستم وارد کنم ولی حیوان نفرستادم ولی دیگه الان دیگه میترسن، اطمینان نمیکنن. ما نمیرفتیم قاچاقچی رو بیا بریزید خونه‌اش، چون نمیتونستیم. اون به ما اطمینان کرده بود. حالا ما قاچاقچی رو دلال رو میشناختیم، خود قاچاقچی رو نمیشناختیم. میگرفت. من دارم فیلمایی که انقدر ما پرنده رهاسازی دیگه ندادیم پردیسا، مجبور شدیم خودمون رهاسازی کنیم. یه حیوانم که مدتی تو قفسه، مخصوصا پرنده‌های شکاری، وزن پرواز از دست میدن. خیلی ها الان یه ارگانی هست در واقع مردمی هست، در فکر میکنم کردان باشه، یه بیمارستانی هست که خیلی آدم اونجا زحمت میکشن. خیلی جالبه. اینو شاید الان تک تکشو دارن دشمن منم باشن چون منو میگن حیوان آزار، هیچ مشکل، ولی اونا رو من بهشون اطمینان دارم. اگر حیوانی دستتون میاد حتما برسونید به اونجا. با اینکه هنوزم یه اشکالاتی دارن، چون حیونا رو وقتی که بعد از این درمان میکنن آزادشون میکنن، درسته این عقاب میتونه پرواز کنه یا جغ، ولی توانای شکار زدن رو نداره، چابکی شکار زدن رو نداره، تو طبیعت آخر میمیره یا اسیر میشه. این مشکلات رو خیلی نمیدونم و داریم. اونا خیلی دارن زحمت میکشن. یه تیمی هست که من فیلماشو مرتب دارم رصد میکنم میبینم. شاید امن‌ترین به نظر من حمایتی اونا هستن تو اونجا. تو پیجشون رو من داشتم که دارن حیونا رو جراحی میکنن، میرسن و رهاسازیشون میکنن. نمیدونم کیه ولی خدا شده، یعنی اینه که من نه از طرف اون تا حالا ندیدم، ولی دیدم که با جون دل دارن کار میکنن. تبلیغات و حمایت از کسی نداریم. با جون دل کار کردنشون برای من از همینجا میگم من دستشون رو میبوسم. الان جلو دوربین دارم میگم خودم خطا زیاد داشتم، یعنی ترسی هم ندارم، یعنی روحم همش داره آزارم میده،
اگه حیوانی که میگم تو بغلم گرفتم میگم ادا، یعنی میبینم این واقعا اسم یه بچه یتیم شده الان اومده تو بغل من. این داستان تلخ حیوانات وحشی چیزیه که ما رو خودخواهیمون انسان‌ها میایم اینا رو، حتی وحشی هم نباشه. شما این وقتی سگی که نمیتونید نگه دارید، یه سگو تنها میذارن تو خونه، از لحظه‌ای که از صاحبش جدا میشه شروع به قصه خوردن میکنه. همون قصه باعث میشه سلولای سرطانی بدن حیوان زیاد بشه، بخواد سرطان بگیره. ما فقط میخوایم همدم داشته باشیم، مونس داشته باشیم، برمی‌داریم یه حیوان اگر نگهداری باز جفت نگه دارید، حالا عقیمش کنید، هر کاری می‌خواید، نسلش هم زیاده، حیونا رو تنها نذارید تو خونه. آره حتما ما تو قسمت‌های بعدی برنامه‌مون راجع به این موضوع که اصلا حیوانات خانگی که میاریم، سگ و گربه و یا پرندگانی که میاریم و داخل خونه ازشون نگهداری میکنیم و اینکه اصلا اون رفتارشناسی از خودمون، اون رفتارشناسی از اون حیوانی که هست رو اصلا میدونیم یا نمیدونیم، حتما مورد بررسی قرار میدیم. از کارشناسان محترم حتما دعوت میکنیم که بیان راجع به موضوع، خیلی بحث دارم من. ما حتما تو قسمت‌های بعدی برنامه‌مون اون اتفاقی که برای یکی از هموطنای عزیزمون تو خیابون حسن سیف شهر تهران اتفاق افتاد و اون خانم به خاطر بی احتیاطی همسایه‌شون داشت جون خودش رو از دست میداد و حتما مورد بررسی قرار میدیم. و این که اصلا حالا سوالی که الان از شما دارم اینه که شما نگهداری حیوان داخل خونه رو، داخل منزل، اونم تو نوع زندگی که امروز ما تو حالا شهرهای مختلف، حالا تهران کاری ندارم، کلا شهرهای مختلفمون داریم، واقعا میپسندین؟ شما اصلا حالا یک سری سگ‌های فانتزی هستن یا سری گربه‌های فانتزی هستن که اشکالی نداره، حالا بگیم در یه حدی قبول داریم، ولی اگه مثلا یک سگی که نژاد یک وحشیگری داره و جزء گربه‌سنان وحشی حساب میشه، چرا باید بیاد توی آپارتمان 90 متری ازش نگهداری بشه؟ چرا باید بیاد همسایه ما رو اذیت بکنه و اینکه مورد آزار دیگران قرار بگیره و حتی جان یک انسان رو به خطر بندازه؟ خب ببینید اینا اصلا بحث اون فرهنگ اون همسایه اصلا ربطی به حیوانات نداره. کسی که احترام بذاره به همسایه‌اش، شب بوق اضافه نمیزنه، سر صدا نمیکنه تو راپله. شما میدونید نژاد سگ چیه؟ در کشورهای دیگه خب قبلا سه نوع سگ بود، مثل روتوایلر و پیتبول و اینا رو باید با پوزه بند بیرون می‌بردن. بله هنوز هم هست، همه جای دنیا تقریبا تو اکثر کشورها این قانون داره رعایت این قانون باید رعایت بشه. من اولین دوره نمایشگاه حیوانات که در ایران گذاشته شده، این پت و این چیزا که در دارآباد بود، اون زمان یه سگ گریدایی همون ناتاشا رو بردم اونجا. آقای دکتر ملماسی اونجا پت شاپ داشتن، یهو به من گفت تبریک بهت میگم، احسن، تو تنها کسی هستی اینجا اینو رعایت کردی. حالا گریدر من اونقدر عصبی و یعنی پرخاشگر، ولی به هر حال من چون سگای دیگه کنارم درگیر میشدم، من با پوزه بند میبردمش. پوزه بندش هم از این فلزیا بود. حالا نه اصلا به کسی هم حمله کنه، من سگ پرخاشگر نیست، ولی ممکنه سگ دیگر بره تحریک شه به اون سگ حمله کنه. و چند بار این اتفاق برای من افتاد، اونم ناخواسته، چون سگ گریدر خیلی تربیت شده، کارش یه بار یه گربه رو گرفت بی احتیاطی، چون همیشه آزاد کنارم، یه بار اصلا شانسی بود یهو تحریک شد حمله کرد به یه گربه، هیچ وقت نمیگرفت. یه بار باز یه سگ دیگر، بعد از اون گفتم آقا این چه کار خطریه. حالا بحث مالی و خسارت نیست، اون سگ این بچه طرف، اون حیوانه اصلا گربه آزاد فرق نمیکنه، اون حیوان جون داره، قلب داره، نفس داره، شما باعث احساس داره، درمان چی میگن در واقع بیماری و زخمی شدن اون حیوان. چقدر باید آنتی بیوتیک بخوره تا برگرده به حالت اولش. انقدر من این سختی‌ها رو اتفاقا شد دیگه گفتم آقا یا نگه نداره حیوان تو منزل یا داستان، یا اینکه این چیزها رو باید رعایت کنی، با زنجیر قلاده، پوزه بند داشته باشه. اینا خیلی مهمه. من توی خونه‌ای بودم، حالا شوخی کردم گفتم مادرم درک، ولی واقعا مادرم از حیوانات بدش میاد. یعنی الان مادر من تو همون ساختمون یکی با سگ تو آپارتمان تو آسانسور سوار بشه بعدش میاد، میترسه، دست خودش نیست. حتی به بابا گفتم کاش یه مادر دیگه برام میگرفتی به جای مامانمون، ولی خب قبول نکرد. ولی خب اینو حالا به والد طنز میگم به شوخی، ولی از همینجا دست مادرمو میبوسم که منو تو این چند سال تحمل، یعنی حیوانات منو تحمل کردم. یعنی ما بعد از مدت و دور هم جمع شدیم به خاطری که من باشم تو خونه. اون شب مادر من شام نخورد. اینجا تو ایران داریم پشت میزش تکون نمیخوره طرف، میگه من محیط زیستی هستم، اون آقا داره تو سرما خدمت میکنه به محیط زیست.